چیز خیلی خوبی است دیگه. انسان وضعی داشته باشد که هر چه از خدای متعال طلب کرد خدا به او بده، یعنی دعاهاش همه مستجاب بشه. اگر میخواهید به یک چنین موقعیتی، فرصتی، نعمت بزرگی دست پیدا کنید، راه داره. امیدت رو از غیر خدا قطع کن. اگر این شد، اون وقت هر چی که از خدا خواستید خدا به شما خواهد داد. بله، ممکنه انسان یک چیزهایی رو از خدای متعال طلب میکنه که دست یافتن او به اون چیزها به ضرر اوست. گاهی ماها دنبال یک چیزی میریم که اگر دستمون به اون چیز برسد این به ضرر ماست، خودمون نمیدونیم. خدای متعال در اینطور مواقع اگر لطف کند، تفضل کند، نمیگذاره، عایقی درست میکنه بین ما و اون دست یافتن به اون چیز که دست پیدا نکنه.